سلام به همه. شیرین کشفی هستم و خوش آمدید به کانال بایوویژن آکادمی. این ویدیو قسمت دوم بافت‌های پوششی هست که در اون با استفاده از تصاویر مقاطع بافتی که با میکروسکوپ نوری تهیه شدن، شما رو با ساختار و وضعیت ظاهری انواع بافت‌های پوششی مطبق آشنا می‌کنم. اگر ویدیو قسمت اول بافتای پوششی رو ندیدین توصیه میکنم اول اون رو ببینین تا با چگونگی طبقه بندی بافتای پوششی و ویژگی هایی از این بافت که میشه با میکروسکوپ نوری دید آشنا بشید. اولین بافتی که تصویری از اون رو تهیه کردم مربوط به بافت پوششی مطبق سنگفرشی هستش. اصولاً در بافت‌های پوششی مطبق لایه‌هایی از سلول‌ها رو میتونیم روی همدیگه مشاهده کنیم که در ویدیوی قبلی هم اشاره کردم که چون سیتوپلاست و قشا در طی رنگامیزی بافت‌ها معمولاً به یک رنگ در میان، بنابراین در بیشتر موارد حدود سلول‌ها با وضوح دیده نمیشن. ولی از تراکم هسته‌ها میتونیم نسبت به وضعیت کلی بافت شناخت پیدا کنیم. همچنین از شکل و موقعیت هسته میشه به شکل کلی سلول پی برد. در اینجا تعداد زیادی هسته میبینیم که روی همدیگه و با فواصل کم قرار گرفتن که این از یک طرف نشون دهنده اینه که بافتی رو دارین میبینید با لایه‌های متعدد سلولی و از طرف دیگه مثل همیشه مجاور هم بودن سلول‌های بافت پوششی رو هم نشون میده. در بافت پوششی مطبق سنگفرشی سلول‌هایی که در لایه قاعده‌ای قرار گرفتن، یعنی این سلول‌هایی که در جاهای مختلف من دارم با کرسر نشون میدم، اینها فقط در تماس مستقیم با قشای پایه هستن و قشای پایه رو هم که میدونید فقط در صورتی میشه دید که رنگامیزی شده باشه. این سلول‌ها و همینطور سلول‌های لایه‌های میانی‌تر، مکعبی و یا چند وجهی با هسته‌های گرد هستند و هر چقدر که ما به سطح بافت نزدیکتر میشیم، سلول‌ها پهن‌تر و با ضخامت کمتری میشن و این حالت رو میتونیم از روی شکل هسته‌ها تشخیص بدیم، مثل اینجا یا اینجاها همطور که میبینین هسته‌ها کشیده و بیضوی هستن که انعکاسی از شکل کلی سلول رو به ما نشون میدن. البته در ویدیوی اول من تصویری از نمونه برداری از سلول‌های لایه سطحی بافت پوششی مطبق سنگفرشی دهان هم گذاشته بودم که پهن و فلت بودن این سلول‌ها رو به خوبی نشون میده و شما رو به این ویدیو به اون ویدیو ارجاع میدم و به همین علت هستش، یعنی به علت اینکه سلول‌های لایه سطحی حالت سنگ فرشی دارن به این بافت سنگ فرشی اطلاق میشه. چیزی که توی این تصویر و همینطور تصاویر بعدی باز دقت کنین این هستش که اصولاً ضخامت بافت‌های پوششی مطبق به دلیل تعداد لایه‌های سلولی خیلی بیشتر از ضخامت بافت‌های پوششی ساده هستش. به خصوص انواع سنگفرشی بافت پوششی مطبق ضخامت بیشتری داره و مشخصاً از بیش از 2 لایه سلول تشکیل شدن. خود بافت پوششی مطبق سنگفرشی به 2 دسته تقسیم میشه. یک دسته رو اصطلاحاً میگن نوع کراتینایز یا نوع شاخی شده و یک دسته رو میگن نوع نان کراتینایز یا نوع غیر شاخی. اجازه بدید ابتدا در مورد بافت پوششی مطبق سنگفرشی شاخی شده صحبت کنم. این نوع بافت رو ما اصولا در جاهایی میبینیم که نیاز به حفظ آب هستش. اه، یکی از مشخصترین جاها مثلا در پوسته.
همطور که میدونید پوست به عنوان یک اندام از دو بخش درم و اپیدرم تشکیل شده، همینطور که در این تصویر شماتیک مشاهده میکنید. من اینجا یک تصویری دارم که درم و اپیدرم پوست رو نشون میده. اپیدرم پوست این قسمتی هست که من با پیکان دو سر مشخصش کردم و این قسمت این تصویر بخش درم پوست هست که از بافت همبنده که در اینجا در موردش صحبتی ندارم. اه، این قسمت یعنی اپیدرم از بافت پوششی مطبق سنگفرشی شاخی شده ساخته شده و همونطور که میبینین همه ویژگی‌های که توصیف کردم برای این بافت رو داره. یعنی سلول‌های لایه قاعده‌ای و لایه‌های میانی حالت مکعبی یا چند وجهی دارن و هر چقدر که ما به سطح نزدیکتر میشیم سلول‌ها کشیده میشن، ضخامتشون کم میشه همراه با هسته‌های بیضوی و کشیده که در اینجا ملاحظه میکنیم. این سلول‌ها رفته رفته از کراتین انباشته میشن به طوری که سلول‌های لایه سطحی کاملا پر از کراتین هستند و حتی هسته خودشون رو هم از دست میدن و به صورت سلول‌های مرده در میان و کم کم به صورت لایه‌های شاخی در سطح بافت قرار میگیرن که در اینجا این لایه‌های شاخی رو میتونید ملاحظه بکنید و میدونید که این لایه‌ها مرتبا هم ریزش پیدا میکنن. یعنی اصولا در این نوع بافت سلول هایی که در لایه‌های قاعده‌ای قرار گرفتن دارای قدرت تقسیم هستند، مرتبا تقسیم میشن، تزاید پیدا میکنن و هر چقدر که میرن به سمت بالا انباشته تر میشن از کراتین تا سرانجام به صورت سلول های مرده در بیان و به صورت لایه های شاخی در بیان. این نوع بافت رو علاوه بر این که ما در اپیدرم پوست میبینیم میتونیم در برخی از پاپیلاهای زبان هم ببینیم، به ویژه در برخی از جانورانی که نوع ماده غذایی اونها زبر و خشن هستش. بنابراین در این جانوران و در سطح پاپیلاهای زبانشون بیشتر این نوع بافت رو میتونیم ببینیم. باز اینجا من تصویر دیگه ای دارم از اپیدرم پوست. این قسمتی که با کرسر نشون دارم میدم این قسمت اپیدرم پوست هستش. همطور که ملاحظه میکنید تمام نکاتی که در مورد وضعیت ظاهری سلول ها از سمت لایه های قاعده‌ای به سمت لایه های سطحی گفتم رو در این تصویر هم میتونید مشاهده کنید. همینطور لایه های شاخی رو در سطح این اپیدرم میتونید ببینید. اما بافت پوششی مطبق سنگفرشی غیر شاخی، این نوع از بافت پوششی رو ما در جاهایی میبینیم که چندان هم نیازی به حفظ آب نیست، مثل حفره دهان، مری، مخرج، سرویکس و واژن. به طور مثال من اینجا تصویری دارم که بخشی از مخاط واژن رو نشون میده. واژن در واقع این کانالی هست که مربوط به سیستم تناسلی ماده هست و سرویکس رحم رو به بیرون متصل میکنه. و در این تصویر این طرف شما بخشی از مخاط واژن رو میبینید و این قسمتی که با پیکان دو سر مشخص شده بافت پوششی مطبق سنگفرشی غیر شاخی رو نشون میده. باز توجه کنید به مورفولوژی و ظاهر سلول هایی که در لایه های قاعده‌ای و در لایه های سطحی قرار گرفتن. همون الگو رو نشون میده، یعنی سلول های لایه های قاعده‌ای مکعبی یا چند وجهی با هسته های گرد هستند که رفته رفته هر چقدر که به سطح نزدیکتر میشیم سلول ها پهن‌تر میشن با ضخامت کمتر و هسته های کشیده. توجه کنید که در این نوع بافت یعنی بافت پوششی مطبق سنگفرشی غیر شاخی سلول های سطحی واجد هسته هستند و این یک نشانه بسیار مهم هستش که ما با استفاده از اون میتونیم یک بافت پوششی مطبق سنگفرشی شاخی رو از یک بافت پوششی مطبق سنگفرشی غیر شاخی
تشخیص بدیم. این سلول ها واجد مقدار بسیار اندکی، بسیار اندک کراتین هستند و بنابراین سلول های سطحی هم زنده هستند. اما تصویر دیگه هم من اینجا دارم از این نوع بافت که مربوط به مخاط مری میشه. این قسمتی که باز با پیکان دو سر در این تصویر مشخص شده از بافت پوششی مطبق سنگفرشی غیر شاخی هست که ما در مری هم میتونیم ببینیم. لطفاً توجه کنید حتما به ظاهر سلول ها در لایه های قاعده ای و در لایه های سطحی و به خصوص این تصویر تغییر شکل ظاهری این سلول ها رو از سمت قاعده به سمت سطح به شما نشون میده و میبینید که سلول های سطحی کاملا حالت پهن و فلت دارن و به همین دلیل هم همطور که گفتم به این بافت سنگفرشی اطلاق میشه و میبینید که سلول های سطحی مثل این سلول یا این سلول واجد هسته هستند. اگر احیانا در سلولی شما هسته نمیبینین مثلا این سلول، علتش این هستش که احتمالاً برش از جایی رد شده که در اون قسمت هسته قرار نگرفته بوده. و یه نکته دیگه که باز میتونید هم برگردید و دوباره تصاویر رو نگاه کنید، هم تو این تصویر به خوبی مشخصه و در تصاویر بعدی هم به همین ترتیب. همونطور که میدونید بافت پوششی فاقد عروق خونی هستش و شما اینجا میبینید حتی یک بافت پوششی مطبق با چندین لایه هم فاقد رگ‌های خونی هست. خب، بافت بعدی بافت پوششی مطبق مکعبی هست. این نوع بافت پوششی باز از بیش از یک لایه تشکیل شده، ممکنه 2 یا 3 لایه باشه و به همین دلیل بافت مطبق بهش اطلاق میشه و سلول های سطحی حالت مکعبی دارن، به همین دلیل اطلاق مکعبی به اینها میشه. و توجه کنید که وقتی بافت برش میخوره سلول های چند وجهی یا مکعبی رو شما ممکنه در مقطع به صورت سلول های کم و بیش مربعی شکل ببینید و البته هسته این سلول ها هم گرد و در موقعیت مرکزی قرار گرفته. یکی از جاهایی که ما خیلی میتونیم این نوع اپیتلیوم رو ببینیم برخی از مجاری هست در غدد بزاقی یا در غدد عرق. مجاری خارج کننده که اینجا در شکل شماتیک من اینجا مشخصش کردم، این مجاری خارج کننده معمولاً میتونن واجد اپیتلیوم مطبق مکعبی هم باشن که در اینجا من تصویری دارم از مقطع یک مجرای خارج کننده مربوط به یک غده بزاقی. ببینید تمام اینجا برش عرضی این مجرا رو ملاحظه می‌کنید. این قسمت لومن یا فضای مرکزی مجرا رو ملاحظه می‌کنید و تمام این بافتی که اطراف ملاحظه می‌کنید در واقع دیواره اپیتلیومی این مجرا هستش که به خصوص جایی که من با پیکان سیاه مشخص کردم از بافت پوششی مطبق مکعبیه. میبینید که چند لایه سلول حداقل چون 3 تا هسته دارید میبینید 3 لایه سلول هست، پس یک بافت پوششی مطبق هستش. حالا اینجا سمت لومن هستش، بنابراین این سلول سطحی میشه، سلول میشه که در تماس با فضای داخلی این لومن قرار گرفته و میبینید که این سلول شکل کم و بیش مربعی با هسته گرد داره، بنابراین اینجا یک بافت پوششی مطبق مکعبی هست. جاهای دیگه هم میبینیم مثل اینجا یا مثلا اینجا. بنابراین تشخیص بافت پوششی مطبق مکعبی آسون هستش. یه نکته ای رو هم من در مورد بافت پوششی که دیواره این مجاری خارج کننده رو تشکیل میده بگم، این که خب مطبق هستن ولی
کلا میتونن یک حالت ترکیبی اپیتلیومش نشون بده. یعنی ما جاهایی هستش که در این دیواره این مجاری همطور که اینجا دارید میبینید بافت پوششی مطبق مکعبی میبینیم. بعضی جاها ممکنه بافت پوششی مطبق استوانه‌ای ببینید. حتی بعضی جاها ممکنه که بافت پوششی ساده ببینید یا مثلا بافت پوششی مطبق کاذب استوانه‌ای ببینید. بنابراین این دیواره این مجاری میتونه یک بافت پوششی ترکیبی داشته باشه. بافت پوششی مطبق استوانه‌ای رو هم باز ما میتونیم در مجاری خارج کننده غدد عرق یا غدد بزاقی ببینیم، مثل تصویری که اینجا ملاحظه میکنید. این مقطع عرضی قسمتی از دیواره یک مجرای خارج کننده هستش در غده بزاقی. این قسمت لومن یا فضای داخلی این مجرا رو به ما نشون میده و این قسمت هم که خب بافت همبنده. این بخشی که من با کرسر دارم نشون میدم این دیواره اپیتلیومی این مجرا هستش و خب میبینید که از لایه هایی از سلول ها هسته ها که روی همدیگه قرار گرفتن مشخص میکنه که این یک بافت پوشش مطبق هستش. اما نگاه کنید به اینجا، به اینجایی که من با پیکان مشخص کردم و به هسته این سلول های سطحی. در بافت پوششی مطبق استوانه‌ای سلول های سطحی استوانه‌ای هستند همراه با هسته های کشیده که وقتی که برش زده میشه از بافت ما این سلول ها رو در مقطع به صورت سلول های کشیده و مستطیل مانندی میبینیم همراه با هسته های بیضوی کشیده که مشخصا اینجا میتونید ببینید و این نشون میده که این بافت، این تمام این بافتی که من دارم با کرسر نشون میدم یک بافت پوششی مطبق استوانه‌ای هستش. و البته همونطور که گفتم در دیواره این مجاری ما انواعی از بافت ها رو میبینیم. مثلا ممکنه اینجا به طور مثال شما بافت پوششی مطبق مکعبی رو ببینید. همونطور که گفتم ترکیبی ممکنه از انواعی از بافت های پوششی رو ما در دیواره این نوع مجاری ببینیم. بافت پوششی مطبق استوانه‌ای رو غیر از اینجا میشه در ملتحمه چشم هم دید. خب ما بافت بعدی اه، بافت پوششی متغیر ترانزیشنال هست که اصطلاحاً به اون اوروتلیوم یا اپیتلیوم ادراری هم گفته میشه. اصولاً بافت پوششی متغیر واجد سلول هایی هست که میتونن بر اساس میزان کشش بافت شکل خودشون رو تغییر بدن. مثلا از حالت چند وجهی و گنبدی شکل به حالت نسبتاً پهن‌تر در بیان و لابلای همدیگه بلغزن. و به خاطر اینکه ضخامت این بافت بر اساس میزان کشش بافت تغییر پیدا میکنه، بنابراین بهش بافت پوششی متغیر یا ترانزیشنال گفته میشه و به این دلیل بهش میگیم اوروتلیوم یا اپیتلیوم ادراری، به خاطر اینکه مثلا در لگنچه کلیه، میزنای، دیواره مثانه، مجاری ادراری این جور جاها دیده میشه. مثلا اگر که ما مخاط مثانه رو بافتی رو ازش داشته باشیم میتونه یه همچین تصویری باشه که در اینجا بخشی از مخاط مثانه رو مشاهده میکنید. این قسمت که بافت همبند فعلا در موردش صحبتی نمی کنم. این قسمتش اپیتلیومش هست که از نوع اپیتلیوم ترانزیشنال هستش. در این نوع اپیتلیوم سلول های لایه های زیرین تر، لایه های قاعده‌ای معمولا حالت مکعبی و چند وجهی دارن و سلول های سطحی به خصوص اگر میزان کشش بافت کم باشه حالت گنبدی دارن. این قسمتی که من با پیکان دو سر نشون دادم این نوع اپیتلیوم رو نشون میده. این
سلول‌های گنبدی و که در سطح این بافت می‌بینیم، یکی از ویژگی‌های شاخص این بافت هست و به این سلول‌ها اصطلاحاً امبرلا سلول‌های چتری هم گفته میشه که اینجا من تصویری با درشت‌نمای بالاتر از این سلول‌ها رو دارم بهتون نشون میدم که حالت گنبدی یا چتر مانند این سلول‌ها رو میتونین به خوبی توش ببینین. و همطور که گفتم تعداد لایه‌های این بافت میتونه تغییر پیدا بکنه. مثلا در مورد مثانه انسان اگر که تحت کشش نباشه ممکنه 5 الی 7 8 لایه دیده بشه، ولی اگر تحت کشش قرار بگیره تعداد لایه‌ها کمتر میشه، میتونه به 2 تا 3 لایه برسه. یه تصویر دیگه من میخوام اینجا به شما نشون بدم. باز از این سلول‌های چتری و اپیتلیوم متغیر که در اینجا یه سلول چتری رو میبینید که یک ویژگی خاص این سلول ها رو هم نشون میده. برخی از سلول های چتری واجد 2 هسته هستند که در این تصویر مشخصاً یکی از اونها رو میتونید با وضوح خیلی خوبی ببینید که واجد 2 هسته هستش. خب اینجا هم باز براتون یه خودآزمایی کوچولو گذاشتم. توی هر کدوم از این تصاویر اه، لطفاً ببینید میتونید تشخیص بدید کجای تصویر بافت پوششی رو نشون میده و هر تصویر چه نوع بافت پوششی است. در صورتی که مایل بودین میتونین پاسخهای خودتون رو برای من کامنت کنین و تمام سعی خودم رو میکنم که به کامنت های شما جواب بدم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اگر دوست داشتین لایک کنید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید که هنگامی که ویدیوهای بعدی گذاشته میشه بتونید از ویدیوهای بعدی هم به موقع خبردار بشید و استفاده کنید. متشکرم و خدا نگهدار.